نشستم به در نگاه میکنم. ببینی باختم اصلا خورده. بابا بچه بیا پایین. سلام، خیلی مخلصم. سلام. گوشی که همتون آماده تبریزی کنار رفیقای مشتی تر از مشتیم قرار یک کلیپ بی‌نظیری بزنیم. به این صورت که با راکت بچه‌ها باشه یا با دست؟ با راکت سخته. خیلی دست سخت. اوکی. با دست میشه. ولی خب میتونیم. نمیشه. داووده. بذاری. جواد نمیتونم. اوه نه، پس با دست. راکت هست همینجا حذف میشه. قراره با دست توپا رو به سمت لیوانا که اونم سخت هدایت کنیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت ببرین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. کسی که بازنده میشه قرار مجازات بشه. منتظر دیدن این کلیپ بی‌نظیر باشین. همگی با هم یه برنامه. حمید نازنین رو به جایگاه پرتاب دعوت می‌کنم. افتخارش دست بزنید. فقط حمید از اینجا پرتاب می‌کنه. همه دوستان از خط فرضی فاینز از اینجا پرتاب کنه. همینجا بفرمایید. فاینز بریم. همینجا 9 تا پرتاب داره. یکی به عنوان توپ جنگو پشت فیلم بردار باشه. آره بریم. فرست. واو. ماشاءالله. همین محکم‌تر. ویو. فرستش کن. واو. سمت شرس. Montebello, Benedetto. همین دقت کن. دقت و چاشنی کارت کن پهلوان. شیر مادر مال پدر حلالت. باریکلا. همین با 2 تا کار خودشو به اتمام میرسونه. آقای امیرعلی عبدولی به جایگاه دعوت میکنیم. امیرعلی چه حسی داری؟ بعد مدت‌ها پشت دوربین بودی، الان خودت داری بازی می‌کنی، شاید دوباره مجازات بشی و پرسونالیتی برد. واقعا درست فیلم برداری سخته ولی بازی کردن خیلی سخته. بریم فرست پرایز. اوف. حالم از بدنسازی به هم می‌خوره. اوه باریکلا. دقت و چاشنی کار خودت کن پل. درست نیست. وای فیلم درس. الان میام گوجه خیار الان میام میگیرم. آقا ویلامون جای با کلاسه. اینم خیار میفروشه. خب کاسبی میکنه. بالاخره خیار واسه هر ویلای لازمه. اینه. چرا نمیره؟ دقت کن. امیرعلی. یعنی چی؟ آره 4 تا بیشتر نمونده. امیرعلی کمتر از 2 تا بندازی بازنده ای. دقت. 3 تا بیشتر نداری امیرعلی. یه دونه دقت آروم ریز باید بندازی. ریز باید بندازی. دو تا رو رد دست. استخ منتظر باز بیا تا برویم. عبدالی بازم که باختی. باش اینجا ها بزن. باش. چرا؟ یکم اومد. همین ضربه رو یکم اومد. خودم قراره یه دیگه بزن. بزنی آی تو سرت. بازی امیدی داری. شاید کسی پیدا بشه که همین یه دونه هم نندازه. وای میسی ببینیم کی نمیتونه. خب مرتضی رو در دستی در جایگاه پرتاب افتخارشو توپ جمع‌کن عزیز محمد رو. آره مرسی. 9 تا پرتاب. امیدوارم که موفق باشی. نصرت توری می‌خواست بنداز. یکی این خیلی سفیده پرتابش. ماشاءالله توپش سفید بود. نو. آره برو بسیم نکست. دقت کن. اول فصل. تو الان با امیرعلی مساویه ولی پرتاب دومش بود. پرتاب سوم
بازم سفید بود شانسشو میگم این سری دو تا نه شانس کور رنگی داری یا شانس سلام کور رنگی داری 2 تا از مرز شکست خارج میره برای مقام اولی فکر کنم مرتضی پرتاب‌های بی‌نظیر اوه سبرالو دیورسیو بابای ماشاءالله برو برای سومی برو برای کارتی گرفتم سیبیل اون ماینای خیلی دیگه این فرست بود خیلی ماشاءالله برو آقا مغلطه نکن دیگه به میز نخورده تو بلد نیستی به میز بنداز وای این که آخر نشده خودش لپاید آقا ببخش من گوشیم زنگ خورد آقا بعد از زنگ جلسه ببند اون خواننده گفت جلسه ببند دو تا انداختی دیگه چه انرژی من سانسور کنم انرژی بلو برو پست موباندو انرژی دوتا به دوتا بسنده میکنه به باردو نشستم به در نگاه میکنم امین غلامی در جایگاه پرتاب افتخارش خوبای بلژیک همینجا امیدوارم که بیشتر از تو بله 4 گوشه کاسه رو میبوسه پرتاب اول امینم سفید نه سفید نیست شانسش به سفید بود ولی شانسش نه اوه دولب میشه شانسش قهوه‌ای اوه چه کاتی می بگم امین بازنده بشه امین بگم سف اوه امینم قصر در میره با یک لاپکس اگه نتونه جا کنه میره برای بلو یکی دیگه دارم اینجوری که بوش میاد هنوز انگار امیرعلی آخرین نفر ماست واسه تو عینک نصفش کجاست نصفش دو برداشت جالب میشه دو تا تو یک امیرعلی در جایگاه پرتاب محمد نازنین محمد کریمی به افتخارش دست بزنه محمد جان امیدوارم که بیشتر از یک دونه پرتاب داشته باشی ولی خب بازم دوست دارم که امیرعلی بازنده نباشه ولی خب دوست ندارم تو بازنده باشی شروور میگم بفرمایید هیچ کدوم از توپات رو مقصد ندارم بله دعایی بود که در مقام بچه جالب اگه فقط یه توپ بندازه با اوه میشه بلده تو تصویر نباشه عبدالی نمیتونه وای اینجاها بزن نه بیا چیکار چه یاد میدیش اوه بذار خودش رو پای خودش وایسه اوه تو از پیش باخت وای بازنده محمده وای وای چرا با امیرعلی مساوی شده یه توپ دیگه داره اگه اینو نتونه جا کنه با امیرعلی اگه نتونه اینو جا کنه با امیرعلی میره برای فینال یعنی برای نمیره امیرعلی دوباره برمیگرده به شانس مجدد یه برنامه ببینیم میام یه برنامه در خدمت استاد هستیم استاد بزرگ آمده تبریزی استاد توپ تو سوراخ چیز خارش بزن دست قشنگ رو اگه یادتون باشه تو پارت قبلی آقا حامد بود که این بازی رو برد یه دونه قبلا گرفته بودیم و ایشالله که این دفعه اون دفعه من باختم بلد کاره اون دفعه هم محمد باخت بنده خدا امیدوارم که بازنده من نباشم ولی خب من برای برد اومدم نه برای باخت آماده ای؟ یک آقا حامد باید بیشتر از دو توپ رو تمرکز فریالا یک داری حامد نترس میزنی وای تمرکز این دیگه رفته چرا؟
وای بازنده نشدم. برای این بازنده حذفی خوشحاله الان رفت حذفی چه فینال جذابی یه برنامه ببینیم. خب رسیدیم به مرحله حذفی. حامد و محمد و امیرعلی رفتن تو مرحله حذفی. هر کسی که نتونه توپو بندازه داخل اونا میره دنبال مجازاتش. نفری یه دونه میندازن نوبتی، هر کسی یه دونه میندازه. 3 تا توپ دارن، از این 3 تا باید یکیشو بندازن. آماده اید؟ من حمایت خودم رو از امیرعلی اعلام شروع میکنم. میکنیم. 3 2 1 ماشاءالله آقا حامد. بیا. خیلی حساسه اینجا. محمد کریمی. چشاتو ببند. چشاتو ببند. چشاتو ببند. فلا بعد اینکه انداخت. خب تو دور اول توپا هیچی نتونست موفق شده بندازه. دور دوم توپا رفت میشه. yes مولیونا چه بازی حساسی. نمیدونم چی من کاری نمیدونم این چی به این داره یاد میدین. همه رو میندازه بیرون. چی میگی تو؟ خیلی نرفتین تو امیرعلی. شبیه این سرمربیای ایکس تیمای ایرانیه. مثل آها. وای وای سوم بدون هیچ. این توپ آخره. هر کدومشون بندازن حذف نمیشن. میان بالا. بسم الله. فلو وای یه دونه توپ داری؟ تمرکز بزن. وای امیرعلی آخرین توپ. اگه بزنی حامد و محمد میرن واسه مرحله حذفی بعدی. خیلی حساسه این توپ. امیرعلی خاطر تمرکز بزنه کن. اینجا بزن اینجا بره اونجا بره. امیرعلی تمرکز کن. میخوای من اینو امیرعلی نگه پایین کلیپ دارم؟ رفت بالا. بدو. امیرعلی بزن تو این تیم. برو تو برو. واسه بعدش ماشاءالله. عضلاتش باز شد. برو ماشاءالله. برو ماشین. برو امیرعلی بزن. باشه بده من حواسم. اوکی بزن. بابا یه بار دیگه حالا با 2 تا توپ. خب بازیمون داره هر لحظه حساس‌تر میشه. حالا قراره که بچه‌ها 1 متر بیان جلوتر. 2 تا توپ به هر کدومشون میدیم که امتحان بکنن. شروع آقای میکنیم. عبدالله سری بفرمایید. قبل چون از حامد شروع کردیم این سری از امیرعلی شروع میکنیم. هر کدومشون هم 2 تا توپ. شاید از ژاپن آوردیم. ان شاء الله که نتونی. از ژاپن تمرکز. این سامورایی به تمام نمیتونی تو نمیتونی تو Una foto نمیتونی. بده. Una foto zio. تا با چه نمیشه بری بالا. Si miralo. Atsari. واو. محمد یکم بندازه. نه بیا که بازه تمرکز کنیم. آنو میوره دا باز های بنا. سه الان برات کار یعنی نو. Yes. نمیره حامد تبریزی. وای تو پارو بردار رو بیا. این چه هر سری مشاوره میگیره این نمیشه. آقا مشاوره نمیده. نمیده. مثل خودت بزن. هر سری مشاوره داده نتونسته. بزن. تایپ تنها بیا اینور. بیا تنها باشه. بیا تنها باشه. دارم میزو تصور میکنم. ساشو. مکانی. باشه نه داوری ببین. چیز داریم ویدیو چک داریم. خیالت راحت. برو. واو. وای نه به به. آقا فاصله بگیرید. این توه. من مجازات نمیشم دیگه. من دیگه مجازات نمیشم. حامد تبریزی از این فینال خارج میشه و اون برنده حساب میشه. یه برنامه ببینید بیا. محمد تو بازنده ای. تو باید مجازات بشی محمد مجازات. اینجا رو نگاه کن. بیا
عزیزم برو بالا بشین راحت یه ذره برو بالا آروم باش بیا برخلاف میل نشستم پدر نگاه یه دونه داشت ها. نشستم پدر نگاه میکنم در اینجا نمیبینی باختم اصلا خورده بابا بچه بیا پای بیادبی ها رو باید بوق بزنیم. سلام، خیلی مخلصم. البته این سلام به خاطر اینه که لباسای هممون عوض شده. دلیلش اینه که ما یکم شیطنت کردیم، آب بازی کردیم، هم دیگه رو با تخم مرغ زدیم و یه لحظه اون شور و شوق جوونی ها بچگی ها نوجوانی ها گل کرد و آره به خاطر این ما یکم خسته شدیم، یکم طول داریم مجازات امیرعلی رو بگم یک ساعتی فاصله افتاد. امیرعلی خودت هر جور سلام میدونی کلتو بکن تو هر کدومی که دوست داری. این لاتکس سوئیسیه، این خامه فرانسوی. حالا از این در بیار بزن بگو. بنده خدا 3 بار از 10 میش بریم تا 1 در اختیار خود 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قشنگ‌تر باشه مشکل دارم باشه چقدر حالا برو تو یکی این ور صورتت قشنگ بچه‌م ما نظر داریم با Yo, let's see my roll. این بری این پاخ میشه ببینمت؟ میشه؟ بیا بالا باش اوکیه بچه من میشه؟ نفسش بند من جانم میشه صاف وایسی ولی به لباستون نریزی اونجا رو نگاه کنین اونجا رو. همینجا همین داعش مدلی وایسه خب آقا ما لایک و کامنت امیدوارم که از این ویدیو خودت بگو، اینو خودت تو تمامشو بگو. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نه. من این به بعد این فیلم بردارم. اصلا هیچ بازی دیگه نمی‌کنم. برو پایین خدا حافظ شما